این طرز کجا میروید؟ برو جبار تو را جک میزنم. وقتی نماز جمعه است از جماعت بیاد نمانیم. در خطبه اصل قیام کردن رو میفهمونم. راست میگید. با آدمون این چیز رو فرموده لازم. تو هم بیا از دو سال بعدی هم نمیرسی. نماز با همراه میخونیم. ملش اما من بعدی نماز شام برآمدنم لازم. بعدی هم میروم. بحری رو به نظرتان میارم. او رو بخوندم فرستید. از آنها رها شد؟ بله. خدا را شکر. رفتیم. ملش زودتر روید. جماعت شما رو اجازه داشت. هذا البقية كراري ستتمنى میهایت مثل میهای تو بودم. آقای صادق با فکرم نمیآید. خیلی شده داریم. آقای صادق من طهارت کردم. مایلش. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. مراد ما مسجد رو میبینیم. بعدی شما بعدی هر هفته همه جا رو کامل روید. برادران مسلمان، کسانی که از نام اسلام آدمان را فریب میدهند و گمراه میکنند روز به روز زیاد شده ایستادند. آنها قیام کردن میخواهند. به نام خدا شما باید دو چیز را درست قبول کرده توانید. یکم کتاب الله قرآن کریم و دوم حدیث های پیغمبرمان را. در این دو چیز گفته شده است که خون ریزانیدن گناهی کلان است، چنان گناهی کلان است که مثل شیر کردن است. ما به دین خود، دین اسلام باوری داریم. کسانی که خون میریزند به نام دین اسلام اسناد میآورند و آن را بدنام میکنند. برادران اسلام، چیکار میکنی؟ چشم و دلتان را باز نگاه وقتا به حضرت میگویم او قرار میدارد. اسلام را ما باید پاک نگاه داریم. آنها میخواهند اسلام ما را پاره پاره کنند. بخیر است آقای جبار، دستتان خالی آمده. آقای صادق رو یافتیم حضرتم. در مسجد در خطبه جمعه ما را بد میکرد و چی بودنمان را میگفت. حالا همین خیل ما رو تیرارست کتا گناهگار میکرد. حضرتم ما رو ببخشید. ما رو ببخشید. بصفتون قبول کنید.
شما رفته استراحت کنید. این کار را من خودم حل میکنم. پشیمان شده آمدی بهری؟ پشیمانم. تو چی این کار را بازیچه گمان کردی ها؟ یک پیدا میشوی باز گم میشوی، تو مسخره بازی؟ با تو چی خیل باور کنم بهری؟ اگر فردا باز میروم گویی چی میشود؟ اگر تو خودت را اثبات کرده توانی و کاری گفتم را کنی، تو را قبول میکنم. تو طلبه آقای صادق هستی ها بهری؟ بله، من خیلی دوست میدارم. این خیل باشد به اون نزدیک شدن آسان است. معلمت جاسوس است، یعنی اینکه کافر است. کافر بودنش را اعتراف کرد، لیکن از دستمان گریخت. این کار را به عهده تو میسپارم. معلمت را میپرانی. آن کافر به دینمان خیانت کرد. من هم از کن روزیم. فقط که از سلاحداران انتقامت را گرفتن میخوایی، همین طور؟ همین طور. اصلا از اون روی که پدرم را تروریست کردم انتقام میگیرم. وقتی دادم تمام شد سینان، معلوم شد که اجلتون رسیده. آدمی فرستادم و خبر آورد که صادق حالا هم در دهه بوده، رفت کارشون تمام میکنم. تمام باتن کماندان، تمام. ایتن لبای باتم. زود همه رو جمع کن، به دهه برویم. فهمه باتم. جمع شوید. یک طرف است. وطن سلیمت در کجاست؟ وی هم با ما می آید. در همینجا سینان حاضر می آید. تو بشکیزم چه رو بردم. اومدم. مرحبا. خیزبان، من دکتر سلیمه. زود رفته به طاهر گوی که آدمو نیشه قرار دادن که صادق رو کشند. یک طرف دختر، از راه هم یک طرف. روزا قطار شده. لطفا تو با اینجا. چی؟ صادق گفتی؟ الو خیزبان. آقاته آماده شده. یک طرف نیست. الو شتاب کنه. من رو میشنوی؟ شتاب کنه، زود باشه. از خواهی کرده امان را از داده براره. الو چی صادق باویش بود؟ صادق رو میکشن؟ دختر خبر کردم موزید. میبخشید پدر، در خوب است، اما من اصیلیت میبرویم. اینو گیرم، اینو هم. از اینجا برایم، دیگر با اینجا بر نمیگردم. الدو برای تو میمیرم، اما اول برایم. میدونم که دیوانگی میکند،
چرا شکر که آمدی. برای بحری آمدم. او رو با مکتب میبرم. بحری رفت. شهید نبودم که رئیس بودن پدرش رو فهمیده گریخت. اکنون چی میشود دکتر؟ میترسم که باز یگان عقلی نکند. شما چی آمده؟ این خبر او رو دیوانه میکنه. پس از این او با هر کار خودی است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له رسم حلیمه بگم باز میایی. من نمیروم پدر. پیغمبرمون رو انتظار میشوم. تو خاطر راه حضرت پیغمبر رو میپایی همین طور؟ بله میآید پدر. البته میآید. حلیمه میگویم که در کجایی که صلوات فرستن پیغمبرمون همانجا حاضر میشوند. اگر تو بسیار صلات و سلام خوانی البته میآیند. این خیلی باشه تا آمدنشان میخونم. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد. آفرین به دخترم. خوب بگو حلیمه. اگر آید با او چی میگویی؟ وای اگر پیغمبرمون آید او را با آغوش میگیرم و خواهش میکنم که به من کفشای سرخ روان کند. حلیمه از او این چیز را طلب نکنی. صبر کن من خودم به تو میخرم. میلش؟ میلش پدر. گیر به این صلوات فرست. حلیمه در همین جا باش. میلش من حاضر میآیم. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد. خوش گردن دیلا. نتیجه چی میشود برشین؟ مادر میشوی؟ بیروناز گفتی؟ نه به هیچ کس نگفتم. بعد میگویم. کی میدوند چقدر خوشحال میشم. آگاه صدیق قیزبان دکتر قیزبان من سراچیما از کاغذ شدم. سلیمه اکو گردم زد. سلیمه زنگ بله گفت که دختر رو خبر کن آقای صادق و آیدهش رو میکشن. چی ها میگوی قیزبان؟ کای یکون چیز گفت؟ حاضرکت گفت. آقای صادق رو خبر دادم رسید. دختر من با عرضو میگویزم به هیچ کشم. اگر خودم پسد شطوری سمخان را دیده اید. قیزبان زود باشید. علی مولا در خانه است. اگر اون نباشد پس کودکانش هستند. حلیمه در کجاست؟ او نامد. با خدا حضرت پیغمبر را انتظار است. نمیآیم گفت. چنان با او صلوات میفرستاد که اگر میدیدی باز خنک نخورد. نه خنک نمیخورد. لباسش گرم. چین چی باشد؟ تو کیستی؟ من دکتر طاهر. چی شد دکتر؟ بخیر است؟ سلاح داران آمده ایستادن. شما را میکشم. زود پنهان شدن را بازیم. زودتر. ای با حق چی کار میکنیم؟ اطرافم برید. رکابه همه جا رکابه. زودتر در کجای باشد براره. نه
آنجا را بکنی خالی است. خالی است کماندو. خب تمام بیا باتن. خالی بود است. راه گرده. ای وای، حلیمه در مسجد نام رفت آزا میار. ایسته، شما به اینها را سمایی توانید. من رفتم میگیرم. آنها به کجا میروند؟ ای خدا، با مسجد رفتن بیان. چی کار میکنیم دکتر؟ شما رسائلتون رو از بیابان کنید. در نزد شهر رفتبان و در اونجا انتظار شده. مایلش من زود میرایم. خدایا حلیمم را در پناهت نگه دار، با او چیزی نشود. اللهم صل علی سیدنا محمد. 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 این دختری صادق است. سیدنا محمد. ما را بلند پدرش میبرد. سیدنا محمد. اللهم صل علی 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 سیدنا محمد. تو را اگر سینان در کجا بودنشان معلوم شد. در درونن رفتیم. این ها از کجا پیدا شدند؟ از کجا آمدند؟ درواین مدنون آنجا را میبینیم. در آنجا حضرت پیغمبرمون است؟ بله. من با او میروم. صبر آرام. انا ببین البته چی فرستاده. یعنی این از من است؟ بله از تو. تشوی تو.
چیز گفتم من حضرت پیغمبرمان را دیدم. او به من کفش‌های سرخ روان کرد. کلی رفتیم مادرت روی چیز دارست کلی حلیمه دخترم. پدر دخترم خدا را شکر. خدا از تو راضی باشد دختر. پدر من حضرت پیغمبرمان را دیدم. او آمد پدر و این کفش‌های سرخ را به من هدیه کرد. دختر شیرین مادر جان دخترتم. مادر جان بینید خیلی زیبا همین کاره. خیلی زیباست. خدایا شکر نام. باری تو چی کار کردی؟ باری سوزورا منو پیشیده بودم اما روزیم سوزر کمک کنید سوزر باید دیلا گوش کن دیلا کیزور را ندید یا او را میکابم نه ندیدم. با کجا میرم در هیچ کجا نیست دختر مرا دیوانه میکند بهاری از بهاری هم خبر هست. آقای شهباز میبخشید من دیگه ندارم خلال نرسونید. اگر کیزبان رو یادم بیکوشم پوست میکنم اگر دنیا نگفته باشی فکر نکنید اپای زلیخا طاهر او را حتما مییابد. مرحمت یگان شکایت داشتید؟ سینا از رازن هدیه فقط همین قدر می شود سینا تو در اینجا چکار میکنی؟ برای دیدن از آمدن دیلا التماس این را قبول کن نه نگو دیلا التماس نه نگو یه با بودهی که اینجا بیا با کردن بیا با من بیا روز اینجا سینا در اینجا نیست. از من نترس ضرری من به تو نمیرسد سینا حاضر طاهر میآید. روز گفتم این را گیر بیلا بیایید. دیگاسز باشه تیر را برآوردن لطفا تو از کجا برآمدی؟ تو
تو مگر نمرده بودی؟ خیلی شما برای سوزن باش شما باید دکتر تو را میبره شما نمیدید که من بیمار دارم کارم رو تمام کنم اما بعد گپ بزنیم افسوس که تو را میبریم و این بیمار است به تو مانده میمورد دکتر را نبره شوهرم میمیرد شما دیوانه شده آخرین آدم میمیرد شما مگر نمیبینید خدا او را رحمت کند سردید مرا این کارتون به اخری سردیه کش نما که میخوارم ای من قربان شوم دکتر رها کن نکنید تو آرزوی ساگری نیست سردید مرا سردید میبیم آخرین آدم میمیرد میفهمید شما یا نه کجایش که رسیده باشد میمیرد احتمال او را نبره او را به کجا میبره؟ سردید او را طرفی تمشیده او را به سربازان میسپارند از این بعد او را در محبت خبر میگیرید اکنون داوی طاهر دختود و آخر رسید جمال شما چه هم میگویید؟ نفهمیدی از این بعد جای طاهر زندان است دیلا تمام دیلا با بیمارها مشغول شد بسرا رامه تو مردی نده نشم تو مردی تو مردی مردن نیست شدنم بدگمان تو من مردم این مثلا من با آدم مرده مانندم چه میگویی؟ تو چه میگویی؟ باور نمیکنم یا که من مردم باور نمیکنم تو نمرده ای سینان حالا هم زنده ای فراموش نکن مردن نیست شدن نیست گم شدن هم نیست در تگ خاک سیاه پوسیده رفتن هم نیست بدن میمیرد اما روح میماند برای اثبات گفته هایم حالا من در نزدم و همیشه در برت میماند چیده ایستاز است دیوانه میشم در آنجا چی بود بازم کماندان؟ من در عمرم این خیالش را ندیدم. ما را جادو کرد یا اینکه باز هایتین یک بار دیگر از اونجا و در اونجا دیاتون بس نمیکنید. مسجد رو نگرفتیم، شرمنده شدیم. حضور آدمای عبدالله با آنجا جای بشوند. یگان کار کردن ما لازم. نباشد سربار حساب این رو میگیرد.
این سینان چه خیل قماندان است که در بین عملیات دست شد. افسوس سینان قماندان رو نیافته. چطور نیافته احمق؟ صادق نبود، کار اجرا نشد، رفت او رو یابد. تو در اینجا مسلمه. بسیار خسته شدی، من میروم. باتان چیکار میکنی باتان؟ باتان چیکار کرده ایستاده ای؟ یک مدت تو را مهمان میکنم جناب دکتر. بسکنید من دکتر بیماری وزین دارم میفهمید. تو اکنون دکتر نیستی بلکه کسی هستی که قانون را ویران کرده ای. همه‌اش را اعتراف میکنی و من تو را برده به پلیس میسپارم. کار من هم تمام میشود. در اینجا کمی دم میگیریم، بعد راهمون را دوام میدیم. از او چشمت رو نکن. فهم آقا. دکتر در دستم جراحی کردن نتوانست. صادق تایها موند. زود آمده دکتر را برید. از این بعد با دقت باشید، آدم را از دستتون نگریزانید. مایلش این دفعه که بودنمون را میفهمد، تو پروا نکن. آفرین به تو و ما مرد حقیقی بودنت را اثبات کردی. از این بعد آدمی نزدیک من توی بحری. سرم فدای شما حضرتم. آفرین. تو حاضر رفته استراحت کن. بعد من و تو به دهه پلنگی می رویم. مسجد را از دست صادق به ایمان گرفته چه بودنی شریعت را به او می فهمانیم. خلق را از او نجات می دهیم. زود آدمان را جمع کن. دکتر به دست چهتین افتاده است. نجات دادنمان لازم. اطاعت سردارم. رفت برادرها، دکتر به دست کافرها افتیده است. رفته او را آزاد بکنیم. ای خدایا مدد کن، را از ما نگیر. رفتم که توی رو بودم کالا جراحی رو با آخیر نرفتم. آدم چی میشم؟ چی کار کنیم؟ دردم رو با جشن کنم که رو اصلی جراحی گرفته برای آنها چه خیلی میدانند. این آدمان از ما چی میخوان؟ این آدمان از ما چی میخواهن؟ از بیستری من چی میخواهن؟ رفته آن سالیم را بکشم. ماما جان بیتر چی شده رسول شم؟ مادر جان جان من تو در کجا بودی؟ مادر جان چی شد؟ والای سیاه شرم رو بود رفتم نجات دیدم. جان من باید رفتم رو نجات دیدم. بیترم رو نجات دیدم. مادر جان آخی رو نجات دیدم. مادر جان باید شدم آرام شدم. مادر جان مادر جان خوب هستی همین که فهمید چیتین توهی رو بود از در حال بیهوش شد. چی؟ چیتین توهی رو بود؟ به جا میگوی دیلا این دفعه چیتین توهی رو و سربازان تسلیم میکنم بود و بعد از این توهی رو تنها در زندان میبینید بود.
عقب‌های او باور نکنید. اگر میخواست توهین را کنگو میپرد معلوم میشود که نیتش تماما دیگر است. عجبا او از توهین چی میخواست بکنه؟ یلماس گروه خونی اکای صادق مثل خونی تو خون دادم در کار. اگر خون ندیه او میبیرد. برگشت به اینجا بیا. چیزی از دستم بیاید میکنم. تیار شد یلماس. یوسف پدر جان چشمانتان رو بشویه. خدایا پدرم رو از ما نگیر. اگر او را گیری ما به پدر میمونه. دیگر کی به ما دعا میگوید ما رو به سیر و گشت میبرد. خدا جان به پدرم شفا ده. چشمهایش رو بشوید ما رو به آغوش گیرد. آمین. دیو سلیما بیو سلیما خدا تو را فرستاد. کمک کردن لازم. کتیم به آدم هایش توهین را بردن. تیمور به این حال ماند. اگر کمک نکنه نمیرد. شما میگوی دیلو من جراحی کردن نمیتوانم. جراح لازم. هرچی از دستت آید بکن. خواهش میکنم. چیزهای لازمه را تیار کن. سر میکنید. عفت کنم. شما کودکان را به بیرون بروید. زودتر ماشین رو تیار کن. ماشین تیار است. دیلو خون در کن. زودتر خون را هم از ظلمت میگیره. دیلو میدونم که اینجا جای گپ نیست، لیکن سینون میگوید که دیو از کم رو در اینجا دیده است. چرا دیده است؟ این غیر امکان است. این رو شنیده طاقت نکردم. زود اومدم. میدونم که اکا مرده است، اما امیدوارم که سلیمه این اکای شهید است. به نظر سینان تافته است. او برای نجات صادق آمده است. استراحت کردی بس است. اکنون میرویم. گیره درو. مراد زود باید حراسان هم بسید. اگر شما را دیدن نخواهد پیمان دارم مراد. اگر زود نروم اون نمیرد. ایمان تو حضرت را رسول تو
دکتر را آزاد نکنید. هر آزاد گیرید. الله اکبر. الله اکبر. دکتر در کتاب مراد ولی خیلی چیزی رفت. معلوم می شود که به نزد صادق رفتن. ما با این قدر آدم ها او را نجات بدهیم. او باشد چی کار میکنند؟ ای شرایط با نقطه طبی برویم. دکتر بریم. روز دکتر. خدا را شکر سلیما. انشالله نجات می‌یابد. او خونی زیاد از دست داده است. خونش زیاد از دست داده است. من کردن نمیتوانم. درها اکسیژن را زیاد کن. چیکار میکنیم سلیما؟ خدایا چیکار کنم بلا؟ از خونی زیاد از آنم یابم. تو میتوانی سلیما، میتوانی. آقای توهیر آمد. تو چیکار آقای ستاره؟ خیال کردم دیگر تو رو نمیبینم. سیگما شاید آرام شده. من خوبم. خدا را شکر. مادر جازونه خورو با خونه برید. اینجا ایستادنش خود. مایلش پیترم تو کارت را کن. بیا بخی. بیا رفتیم. ای خدا بهم کمک کن خدا جان. آقای توهیر زودتر کمک کنید. من نمیتوانم. تمام سلیما. آن طرف کسی را من میکنم. گلا دوکه بیار. دوکه بسیار بیار. دوکه بسیار. بسیار. یک لیتر خون لازم. ها رگی کلام نفهمیدم. خون را دشت بس شد. خون را دشت بس شد. خدا را شکر. خدا را شکر. آفرین سلیما. او نجات می‌یابد. در وقتش آمدی. اگر تیر در آنجا میماند آقای صادق را نجات دادن نمیتوانستیم. هر چیزی از دستم آمد کردم. تو برای چی اومدی؟ روزی فرمودن نمیتوانم، اما یک چیزی بسیار عجیب شد. دیگه به تو میفرماند زود باید روم. دکتر درم اینجاست. بله در اومد. دکتر در کجایی؟ این آدم چی میخواهد؟ چیکار میکنیم آقای توهیر؟ دکتر بیرون برا. من برازشون میبرایم. تو چشمت را از بیمار نکن. یکم چیز شود من را زود گیرم. مالش قبول نشد. دکتر بیرون برا. باز اومدم مادر جان. نه جانکم نترسید. چی گفت شده؟ نترسید. دکتر حاضر میفهمم. برای تو شده این خطر آدم جانش را به خطر گذاشت.
با کافرها دست به گریبان شد. اما تو چیکار کردی؟ آن جاسوس کافرها را که ما جزا دادیم نجات دادی. حضرتم، من دکترم، قسم خوردم کسی که نباشد او را نجات میدم. یک قسم از دکتر که ما برای کار الله میخوریم، دیگر قسم ها همش سفسدند. گوش کن دکتر، من تو میگویم که اگر مرده آن جاسوس از اینجا نبراید ما تو را همچون کافر حساب بکنیم. این گفته های مرا فراموش نکن. اصلا چیکار میکنی طاهر؟ با اونو تسلیم نمیشم. از یک طرف چیتین، از طرف دیگر عبدالله. هر دوشون با من فشار بیارن، میفهمی؟ یعنی چیتین تو را دانسته به عبدالله میگه. شاید فکر میکنم آنها برابر کار بکنم. مرا دستگیر کردن چیتین با آزاد کردن عبدالله همش از روی نقشه بود. آنها میخواهم که صادق بمیرد و من با عبدالله مرم. در این حالات چی باید کرد طاهر؟ خودم رو سکت کردم وسیله. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. عزیزم، همیشه تو رو در تنهایی به یاد می‌آورم که چگونه با هم دیگر کناری هم. تو همون عشق آریایی، منم اون مجنون، میخوام تو سترم من از دل و از جون. جدایی آمد و عمرم خطا شد. دل بر جان مهدی وفارا، توی خود تو بیا با من بیمان. منم عاشقت دیدم، ای شیرینی دل خرابو بس عزیزم که از تو میگریزم، میسوزم و خاموشم از دیدن. دل نوازی میکنی آهنگی غیران. اکا جان شما خود او قائد لطیفی. پیراهی تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشنز از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.